شکودن سر من بدبخت بیچاره، اونم با یه نقشه حساب شده شکو. منصور اینقدر شزنبازی از خودت در نیار، بس دیگه. تو به من بگو این 3 میلیون از کجا آوردی؟ ای بابا عجب گرفتاری شدیم بابا. شکو من 100 دفعه بهت گفتم که بابا قدیما یه رفیق من داشتم، کاش من پام میشکست بعد از 100 سال من پا شدم رفتم پیش اون. چه میدونم انقدر گرفتاری هست که آدم به هیچ کاری نمیرسه. باور کن خیلی دلم برای تنگ شده بود. من پول ندارم بهت قرض نمیدم. بابا ما رفیق قدیمی هستیم، من تو خونت بزرگ شدم، بهت میدم. من پول ندارم بهت قرض نمیدم. نوکرتم، بده دیگه، بده، من گرفتارم، بذار من مسئله من حل بشه. من پول ندارم بهت قرض نمیدم. بابا تو این همه اومدی تو شرکت از من قرض گرفتی، 50 بار اومدی از من قرض گرفتی، حالا یه بار ما اومدیم ازت قرض بگیری میگی ندارم. من پول دارم بهت قرض میدم. نخواستیم بابا، نخواستیم. بابا پول دارم بهت قرض میدم. ما دوست قدیمی هستیم بابا. اینجا قربونت برم، میدونستم رفیق قدیمی منو دست خالی نمیذاره برگردم. دست در نگره، به جورتو میخواستم با این بلاغه بذارم بگیریز گپ صورتت، ولی دست در نکنه. با من برم دیرم شدش، دست در نکنه. عجب. پس راحت آسوده رفتی پیش رفیق تو، 3 تومن گرفتی و ماشینه رو تحویل گرفتی دیگه. بله خانم، این کل ماجرا بود. البته 3 میلیون نبود شکوها، 2,700,000 کم داشتم که باید یه جوری